شتاب است در خصوص رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه سمت فعالیت کاربری مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و دیگر قاعده ویرانکنی‌های حرکت در راه منظور شما می‌گردد. در این بخش برنامه وابسته به عامل‌های کلیدی رخ دادن صدمه‌های راه و نقلیاتی و دیگر سبب و شرایط‌های به آن مساعدت کننده برایتان معلومات خواهیم داد. در پی برگزار نمودن سلسله صحبت و واخوری‌های سودمند و کاربری با دایره وسیع اشتراکیان حرکت در راه علل خصوص رانندگان واسطه‌های نقلیات مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی کشور سالهای اخیر تا جای رخدهی حادثه‌های راه و نقلیاتی را پیشگیری نموده شماره صدمه‌ناکی را باشد رو به کاهش آوردند، ولی تأثیر و پیامدهای صدمه‌ها هنوز چون حالت‌های قبلی به تغییر باقی مانده است و مثل پخش پیاده‌گردان معیوب و مجروح گردیدن آنها و بیشتر شدن قاعده ویرانکنی‌های رانندگان در کوچه و مسیرهای ماشینگرد ارزیابی می‌گردد. این موضوع در برنامه قبلی نیز مطرح گردیده بود. دغلانه ویران نمودن قاعده‌های حرکت در راه از جانب پیاده‌گردان و پخش آنها در پی حادثه‌های راه و نقلیاتی از موضوعهای مهم روز دانسته می‌شود که اطراف آن باید تأکید و خطاب‌ها دائما صورت بگیرد تا به خطر پیاده‌گردان و کودکان و نورسان در کوچه و خیابان‌ها تامین کرده شوند. 10 روزه برگزاری عملیات پیاده‌گرد که از سنه 15 تا 25 فوریه سال 2025 از جانب ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در قلمرو کشور راه اندازی گردید، بار دیگر اثبات نمود که اشتراکیان حرکت در راه خاصتا پیاده‌گردان عادی‌ترین قاعده‌های عبور و مرور راه‌های ماشینگرد را ویران می‌سازند و با این عمل حیات خود و اطرافیان را زیر خطر می‌گذارند. طبق نقشه چاره‌بینی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بهر پیشگیری نمودن صدمه‌های نقلیاتی با اشتراک پیاده‌گردان از سنه 15 فوریه تا 25 فوریه سال 2025 سال عملیات پیاده‌گرد تشکیل و گزارش شده است. مقصد از برگزار نمودن عملیات پیاده‌گرد این پیشگیری نمودن سطح صدمه‌ناکی با اشتراک پیاده‌گردان میباشد. به اطلاع نهاد دخلدار سمت بی‌خطری حرکت در راه ماه و هفته‌های اخیر به وقوع پیوستن صدمه‌های نقلیاتی با پخش پیاده‌گردان بیشتر به قید گرفته شده است و آن در مقایسه با همین دوره سال 2024 زیاد میباشد. همزمان در اساس تحلیل‌های گذرانیده شده مسئولین از شماره عمومی صدمه‌های ذکر گردیده قسمی معینش را کودکان و نورسان تا سن 16 ساله تشکیل می‌دهند. گذشتن از گذرگاه زیرزمینی یا عبور راه در جایهای تعیین گردیده علامت گذاری شده معرفت بلند شخص و نشان دوستداری حیات می باشد، زیرا نفری که از روی قاعده‌های حرکت در راه عمل می نماید او را خوف دچار شدن صدمه نقلیاتی تهدید نمی کند. به اندیشه رانندگان باشد پیاده‌گردان در جای ناعیان و سری گردش یک باره برآمدن و یکیش ایستادن و دیگری دویدن و هم بعد لحظه با نزدیکتر آمدن ماشین دویدن پیاده‌گرد دوم قریب که کاری هر روزه برای اشتراکیان حرکت در راه است. در چنین حال رانندگان نه ایستادنشان را می‌دانند و نه گذشتنشان را، زیرا نمی‌توانند بدانند که در سر این گونه پیاده‌گردان شتابکار چی خیال اندیشه دور می‌زند. رانندگان در چنین لحظه حساس نمی‌دانند که پیاده‌گر از راه می‌گذرد و یا خود در دم حرکت قرار می‌ایستد، در حالی که از پس این واسطه‌های نقلیات ده‌ها عدد نقلیات دیگر با سرعت حرکت دارند. این گونه قاعده ویرانکنی‌ها را می‌توان سری هر قدم مشاهده کرد. اگر مبادا در چنین حال حادثه نقلیاتی با پخش پیاده‌گرد رخ دهد، البته راننده جوابگر میباشد، اگرچه او قاعده ویرانکنی هم نکرده باشد. برای پیاده‌گردان رعایت قاعده‌های حرکت هیچ بهانه شده نمیتواند، چون که تمام شرایط ضروری به مثل گذرگاه‌های زیرزمینی و روی زمینی، پیراهه‌های برگشاد، چراغک و نشانه‌های آگاه کننده و دیگر انفراساختار راه و کمونیکاسیا به طور قابل ملاحظه ساخته به استفاده داده شده است. ما می‌خواهیم که فقط به راه‌های زیرزمینی روند محل و راه‌های کوتاه با راه‌های کلان نگذارند که ماشین‌ها خیلی بسیار است. هر روز دیده هستیم که چه خیلی صدمه‌ها شده هستند. ما باید بیشتر از همین راه‌های پیاده‌گرد استفاده بریم و این گذرگاه زیرزمینی بله از راه‌های زیرزمینی استفاده بریم. راه‌های زیرزمینی در حال خیلی زیبا شده‌اند. هنگام نواربرداری از چنین گذرگاه زیبای زمانوی که برای اکثر از
پیاده‌گردان عزیزی ما ساخته به استفاده داده شده است، عیان گردید که واقعا زیاد نفرانی هستند که از چنین گذرگاه‌های زیبای زمانوی استفاده می‌نمایند، ولی برخی دیگر به خاطر صرفه کردن چند لحظه خود می‌توانند جان خود را در خطر گذارند. تنها در داخل شهر دوشنبه می‌بینیم که سر هر قدم گذرگاه‌های پیاده‌گذر، راه‌های زیرزمینی و پیراهه‌های پیاده‌گردی وجود دارند، ولی تأسف آور این است که از آن اندر کمی پیاده‌گردان استفاده می‌نمایند. همان از چنین گذرگاه‌های زیرزمینی خوش‌ساخت استفاده می‌نماید که او اولاً در فکر بی‌خطری خود و اطرافیان است، دیگر اینکه این گونه اشخاص در نزد قانون جمهوری تاجیکستان درباره حرکت در راه مسئولیت احساس می‌کنند. مسئولان مرکز مطبوعاتی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان میگویند عملی نمودن عملیات پیاده‌گرد چون همیشگی به خاطر بلند برداشتن معرفت پیاده‌گردان، استفاده عاقلانه آنها از راه‌های زیرزمینی و پیراهه‌های پیاده‌گردی بالخاصه رانندگان صاحبان واسطه‌های نقلیات میباشد. از تمام اشتراکیان حرکت در راه علخصوص پیاده‌گردان خواهش و طلب کرده می‌شود که هنگام گشت و گذار در کوچه و راه‌ها و تلاوت قاعده حرکت در راه رعایت کرده هنگام گذشتن از یک سمت به سمت دیگر از گذرگاه پیاده‌گرد از گذرگاه زیرزمینی و بالای زمینی استفاده برده جان خود و دیگران را در خطر نگذارند. میتوان ارزیابی نمود که راه اندازی چهاربینی مذکور میتواند به پیشگیری حادثه‌های نقلیاتی با پخش پیاده‌گردان مساعدت نموده حرکت منظم آنها را در راه‌های ماشینگرد شدتناکیش بلند تامین نماید. به نظام درآوردن انتظام اشتراکیان حرکت در راه در کوچه و راه‌های اتومبیلگرد تحت نظارت راهبریت ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و هم هیئت شخصی نهاد مذکور قرار داشته من بعد نیز برگزار نمودن چنین رید و چهاربینی‌ها در این سمت راه اندازی خواهند شد. همه کوشش‌ها به آن خاطر است که قاعده ویرانکنی‌ها کاهش یابند، حادثه‌های راه و نقلیاتی پیشگیری کرده شوند و به این وسیله فرهنگ راهنوردی اشتراکیان حرکت در راه بلند گردد تا آن دمی که سه سوبیکت اشتراکیان حرکت در راه پیاده‌گرد، راننده و مسافر در این سمت مسئولیت احساس نکنند، حالت مذکور نگرانی کننده باقی خواهد ماند. روز تا روز افزایش واسطه‌های گوناگون نقلیات در قلمرو مملکت تا اندازه به تنبشوی راه‌ها سبب گشته جهت سری وقت تا به کار و تحصیل رسیدن شهروندان مانعگی جدی را پیش می آورد. بخصوص چنین حالت در مسیرهای درآمدگاه‌های پایتخت کشور شهر دوشنبه بیشتر به مشاهده رسیده. با مقصد برطرف نمودن تنبشوی‌های واسطه‌های نقلیات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است از تواره راه‌های کناری شاهراه‌ها استفاده بری رانندگان واسطه‌های نقلیات را توصیه دهد. شهر وحدت مکانی است که از مرکز آن مسیر ماشینگرد منطقه‌های کشور عبور می‌نماید. این راه یکی را به منطقه رشت می‌پیوندد و دیگری را به ولایت ختلان و باز رانندگان سمت ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز توسط این راه حرکت انجام می‌دهند. راه مذکور به معیارهای کمونیکاسیونی جوابگو میباشد، ولی مشکلاتی که از ابتدا تا کنون باعث نگرانی نظارتچیان ساحه و مسئولین بخش نظارت و تنظیم در شهر وحدت گردیده است، این تنبشوی‌های بردوام و طولانی حرکت در این قطعه راه میباشد. با مقصد به تنظیم در آوردن واسطه‌های نقلیات مسافرکش سپرینتر همه روزه کاربری و فعالیت می‌نماییم که ما در توقفگاه یاقوت 2000 جایگیر نمودیم. هر یک واسطه نقلیات رو به تنظیم در آورده ایستاده‌ایم. در نقطه‌های تنبشوی در شهر وحدت جایگیر کرده هر یک نوزل وابسته شدگی‌اند که برای هم خط سیرایی که در شهر وحدت فعالیت میکنند نظارت کرده و به تنبشوی که نقلیات ها فعالیت میکنند پیشگیری کرده میشود. امروز در شهر وحدت هم روزه کارهای نظارتی برده ایستاده‌ایم. توقف‌های موقتی تشکیل شده است که خط سیر 66 را در آنجا جایگیر کرده ایم. با نظر داشت مشکلات زیل و بهر برهم زدن تنبشوی‌ها در راه مرکزی شهر وحدت چند قبل از جانب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان راه کناری از چهارراهه عینی نزد کارخانه شفیربراری تا جماعت دهاتی بهار شهر وحدت تعمیر و نوسازی کرده شد. بنا به اطلاع نظارتچیان
ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شهر وحدت متاسفانه امروزها اندر کمی رانندگان از چنین راهی تباروی استفاده می نمایند که آن یک سبب پدید آمدن تنبشوی های حرکت در شهر وحدت و اطراف آن گردیده است. مسئولین ساحه توصیه می دهند که خوب می بود اگر رانندگان واسطه‌های نقلیات منطقه ها از چنین راه کناری یا خود تباروی که به تازگی تعمیر و از نو سازی شده است از آن استفاده می نمودند تا شدند که حرکت واسطه‌های نقلیات تا اندازه در مرکز شهر وحدت کاهش یافته بر رویای آزاد ساکنان مساعدت می نمود. عامل دیگری تنبشوی های حرکت واسطه‌های نقلیات را در مرکز شهر وحدت مسئولین ساحه به اوج سودای روی راه، بنیاد مغازه و مرکزهای خرد و بزرگ خدمت رسانی، ساختمان بیناهای بلند آشیانه در شفت راه اساسی ربط می دهند. برای مثال مکانی را که الان شما در نوار می بینید قبلا اینجا راه بود و واسطه‌های نقلیات از آن حرکت می کرد. پس از بنیاد چنین بینای بلند آشیانه حالا به ایستگاه موقتی واسطه‌های نقلیات مسافربر و کرایه‌کش‌ها تبدیل یافته است. چنین توقفگاه که در خود هیچ شرایط ضروری را ندارد به مدت کوتاه و غیر همیشگی برای مسافربرها مقرر شده است. به پندار مسئولین سمت نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات امروز در شهر وحدت هیچ ایستگاه و توقفگاه موجود نیست و صاحبان خودروها با نبودن مکان توقف مجبورند واسطه‌های نقلیات خود را در قسم ماشینگرد راه قطار دومی حرکت گذاشته سببگار تنبشوی‌های دور و دراز می‌گردند. مسئولیت رفع و برهم زدن تنبشوی‌های حرکت چون همیشگی به دوش ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی واگذار میباشد، نه کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شهر وحدت. 2736 عدد پروتکل ترتیب داده که با ماده 510 511 و دیگر ماده داخلدار با ماده داخلدار ترتیب داده شده است. طی سال 2025 ما شعبه وحدت 370 پروتکل ترتیب داده شد که اینها با ماده 510 511 322 و 311 290 291 وابسته می باشد. از رانندگان همین را خواهش میکنم که در جاهای نامعین واسطه نقلیات خود را به نظارت نگذارند که این به تنبشوی واسطه نقلیات آورده میرساند. در مورد دائما بسته بودن راه نزد مرکز بازار مرکزی شهر وحدت حاجتی بیان نیست. شروع از به تنظیمی واسطه‌های نقلیات مسافربر و توقف دائمی سبکروهای شخصی تا به اوج سودای روی راه که این همه از بینظارتی ناظران منطقوی شهادت می‌دهد در این مکان به یک عملی معمولی تبدیل یافته است. تعمیر طلب و از کار برآمدن راه‌های ماشینگرد شهر وحدت موضوع دیگر میباشد و نگهداری حالت راه‌های حدود شهر از مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر وحدت و دیگر بخش‌های کمونالی نظارت و مسئولیت دوچند را تقاضا می‌نماید. مسئولین ساحه چه اندیشه دارند و تا به امروز چه کارها را در این سمت به اجرا رسانیده‌اند؟ ҳамарӯза аз маркази шаҳри ваҳдат нақлиётҳои зиёди мусофиркашонӣ меҳмонону сайёҳони хориҷӣ гузар мекунанд ва дидан менамоянд. ҳамзамон симои худи шаҳри ваҳдат дар чанд соли охир ба куллӣ тағйир ёфтааст ба як шаҳри пешрафтаву замонавӣ табдил ёфта истодааст. инчунин мутаассифона сабабҳои дигаре ки имрӯз монеагӣ мекунанд барои тозаву озода кардани анами ду шафати роҳ ин гузоштани нақлиётҳои шахсӣ аз ҷониби худи анами шаҳрвандон беназорат гузоштан дар кӯчаҳои шаҳр ва барои тозаву озода нигоҳ кардан ва барои корбарӣ намудани коргарони мо ҳамзамон барои нақлиётҳои хизматии мо халал мерасонанд ки албатта барои тоза нигоҳ доштани
ҳудуди шаҳр монеа эҷод менамояд. ҷойҳои маҳаллии маркази шаҳр дар тавозуни раёсати хоҷагии манзилии коммуналии мақомоти иҷрокунандаи давлати шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва мо аллакай барои таъмир намудани баъзе ҷойҳое ки имрӯз бинобар сабаби номусоид будани боду ҳаво ба вуҷуд омадаанд мо нақшабандӣ карда истодаем ва рӯзҳои наздик онҳоро ҳамаро таъмир намуда мегузарем. Аз кулли шаҳрвандон, ронандагон ва мусофирон хоҳиш менамоем ки анаму зарфҳои этилению дигар партовое ки аз дохили автомошинаҳо ба ду канори роҳ мепартоянд ва худдорӣ намуда барои баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон мусоидат намоянд. мавзӯи дигар ки он рабт дорад ба фаъолияту хизматрасонии воситаҳои нақлиёти барқӣ мин ҷумла троллейбусу электробусҳо ва сабукравҳои барқӣ ки имрӯзҳо шабакаҳои хатсайрии шаҳри Душанберо ба таври комил фаро гирифтанд. муддати солҳои охир саҳни парки корхонаҳои коммуналии нақлиёти мусофирбарии шаҳри Душанбе бо харидориву истеҳсоли автобусу троллейбусҳои муосир пурра гардида дар заминаи он ивазкунӣ баъзе аз хатсайрҳои амалкунандаи автобусӣ ба хатсайрҳои троллейбусиву электробусӣ ба роҳ монда шуд. ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани Душанбешаҳр, беҳтар намудани вазъи экологӣ, кам кардани партовҳои газҳои гулхонаи муҳаррики дарунсӯз, саривақт дар амал татбиқ намудани қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшачорабиниҳо оид ба рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2022-2028 дар пойтахт, корхонаҳои коммуналии воҳиди давлатии автобус ва троллейбуси шаҳри Душанбе фаъолияти воситаҳои нақлиёти барқии троллейбусиву электробусиро дар шабакаҳои хатсайрии дохили шаҳрӣ зиёд намуданд. бино ба иттилои масъулин ҳоло дар шабакаҳои мусофирбарии пойтахт 9 хатсайри троллейбусӣ фаъол мебошад ва ҳамарӯза беш аз 80 адад троллейбусҳои наву хушсохт ба мусофирону меҳмонон хизмат мерасонанд. ин ҳам бошад хатсайрҳои 1 ҳастанд, хатсайрҳои 2, хатсайрҳои 4, хатсайрҳои 5, 9, 11 ва 12 мебошад. 80 адад воситаи нақлиёт дар шаҳр хизматрасонии худро мерасонанд. кори ронандагон бошад ҳамарӯза субҳи барвақт бо гирифтани роҳхат шурӯъ мегардад. ҳамарӯза аз шустушӯи онҳо, аз муоинаи техникӣ, аз муоинаи тиббӣ худи ронандо, сару либоси худи ронандо таҳти назорат корхона гирифта сафарбар мешаванд. бо мақсади хубтару беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии нақлиёти барқӣ дар пойтахт аз ҷониби муҳандисони бахши бехатарӣ ба ронандагон таъкид мегардад ки қоидаҳои ҳамлу нақли мусофирбарӣ, бехатарии ҳаракат дар роҳ, низоми пардохти электронии ҳаққи роҳгиро, таваққуф накардан дар ҷойҳои номуайян, одоби муошират ва риояи либоси ягонаи расмиро ҳангоми фаъолияти рӯзмарраи худ қатъиян риоя намоянд. истифодаи воситаҳои нақлиёти барқии троллейбусӣ на танҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ фоиданок аст, балки дар баробари таъсир нарасонидан ба фазои экологӣ боз пардохти ҳаққи роҳгиро ба мусофирон дастрас мебошад. вале токунун дар фаъолияти ронандагони ин воситаҳои нақлиёт мушкилоти чашмрас вуҷуд дорад ба монанди таваққуф дар қатори дуюми ҳаракат, берун аз истгоҳҳо ба гирифтан ва фаровардани мусофирон, сабқат миёни ҳамдигар ва пардохти нақдӣ аз ҷониби мусофирон ба назар мерасад. сабаби дер кардани баъзе мусофироне ки мо дар шикоят мешавад ки троллейбус мақсад дар вақти муайяншуда дар ҷои худ намерасад, мо дар ҷои худ намерасем. ин мушкилӣ айхуди таксиҳое ки дар шаҳр дар қатори якум дар дуюм нақлиёти шахсии худро мемонанд ба троллейбус монеагӣ эҷод мешавад. дар кӯчаҳои Неъмат Қарабоев дар назар дорем хатсайрҳои 4 ва 12 бисёртар ҳаракат менамоянд. дар тамбашаи воситаи нақлиёт беҳад зиёд мешавад ки монеагӣ ба троллейбус монеагӣ бисёр эҷод менамояд. аз кормандони бозрасии давлатии автомобил дар шаҳри Душанбе эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ин мушкилот бартараф намоянд ки то ки нақлиётҳои ҷамъиятӣ хизматрасонишон дар сатҳи баланд бошад. маврид ба зикр аст ки аз амалишавии лоиҳаи низоми пардохти электронии ҳаққи роҳгиро дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе 6 сол сифарӣ гардид. то ҳанӯз зиёде аз мусофирон ҳаққи роҳгироро ба таври нақд пардохт менамоянду аз таҷҳизоти валидаторӣ истифода намебаранд. бино ба андешаи масъулин аввалтар аз ҳама бояд худи мусофирон дар ин самт ташаббускор бошанд ва ҳаққи роҳгироро танҳо тариқи корти нақлиётӣ пардохт намоянд. албаст ки воситаҳои нақлиёт ҳам аз замонавӣ аст,
دیگر حجت به پولچینک حجت به کاندوکتور ندارن راننده. همه سطح خدمت رسانی در شهر دوشنبه با واسطه کارت نقلیاتی پرداخت الکترونی در نظر است. از تمام مسافران که در شهر دوشنبه میگردند، دانشجویان هستند، مهمانانی که وارد پایتخت میشوند، از آنها احتراما خواهش می‌کنم که وقتی که وارد شهر شدند از نقلیات جمعیتی استفاده بردند، از کارت نقلیاتی استفاده برند. باید ذکر نمود که ترالیبوس هایی که امروزها در شبکه خط‌سیرهای شهر دوشنبه به مسافران خدمت رسانی می‌نمایند، با معاصرترین تکنولوژی مجهز بوده، دارای کامراهای مشاهده‌ای میباشند که روند فعالیت راننده و بی‌خطری مسافران را در داخل واسطه نقلیات ثبت می‌نماید و هر یک عمل راننده مورد نظارت قرار دارد. ترالیبوس هایی که همروزه خدمت رسانی خود را در شهر می‌رسانند برای مسافران، برای مهمانان پایتخت، ترالیبوس های زمانوی در سطح عالی با تجهیزات های گرمایدهی مجهز میباشند. از همه مسافران در شهر احترام خواهش می‌نماییم که با تازگی واسطه نقلیات وقتی که وارد نقلیات میشوند اهمیت جدی دهند. در برابر واسطه نقلیات مسافربری اتوبوسی و ترالیبوسی همزمان در پایتخت کاری مسافربری را سبکروهای برقی نیز عملی می‌نمایند. اگر به دلخواه کوچه و خیابان شهر دوشنبه یک نظر افکنیم، در ابتدا ده‌ها سبکروهای سبز برقی در نظرمان به جلوه می‌آید که گشت و گذارشان حسن دوشنبه شهر را باز هم زینت دیگر بخشیده است. لیک مایه نگرانی مسئولین هم این است که وقت‌های آخر رانندگان شرکت و جمعیت‌های سبکروی تاکسی بیشتر به قاعده ویرانکنی‌ها راه می‌دهند. با مقصد بررسی قضیه زل الان از جمعیت دارای مسئولیتش محدود آلوچه افتا دیدن نمودیم. نظارت و سنجش و کاربری مهندسان بخش بی‌خطری این کارگاه تاکسی همه روزه به چنین شیوه صورت می‌گیرد. جمعیت ما 950 واسطه نقلیات برقی فعالیت می‌کند. 85% اتومبیل‌ها که تا 1 سپتامبر 2025 مولد داده بودند، ما این حال 85% برقی کردیم، 15% دیگر مانده است که در اون سال ما با واسطه نقلیات برقی تامین می‌کنیم، عوض می‌نماییم. اما سال شماره واسطه نقلیات اتومبیلی که با محرک‌های درونسوز فعالیت دارد زیاد می‌باشند و از این رو گازهای گلخانه‌ای در سطح فضای اتمسفری زیاد می‌شود. با این مقصد و همین گونه اتومبیل‌ها رو وارد کردن برقی سبز وارد کردن که اینها از لحاظ اکولوژی تازه بوده با محیط اطراف ضرری کم می‌رسانند. مورد به ذکر است که طی سال 2024 با اشتراک رانندگان جمعیت دارای مسئولیتش محدود آلوچه افتا حادثه‌های نقلیاتی نیز به قید گرفته شده است. در بیشتر موارد برخورد حادثه‌ها نه تنها از جانب رانندگان سبکروی تاکسی صورت گرفتند، بلکه دیگر رانندگان واسطه نقلیات رخ دادن صدمه‌ها را صادر کردند. 66 حالت صدمه سبک شده است که از همین 20 حالتش با عیب رانندگان شکست شده است، باقی مانده از طرف دیگر رانندگان دیگر شهروندان شده است. فوت آدمان در از طرف رانندگان جمعیت به قید گرفته نشده است. یکی از عامل‌های اساسی این با سراسیمگی راه دادن خود رانندگان میباشند، باعث سر زدن همه گونه حالت‌های ناخوش میگردد. صدمه‌ها خیلی کم شده است. با سال گذشته مثلا که کامرای ما نصب کردیم، هر یک واسطه نقلیاتی که ما وارد کردیم در داخلش با کامرای نظارتی موندگیم که در حالتی که یگان از طرف شهروند یگان شکایت شود یا که از طرف راننده شکایت شود، ما در حال کامرای نظارتی را سنجیده برآمده بهای حقوقی میدیم. فعالیت نظام مسافربری در زمان فعلی عملاً باید به چنین شکل صورت بگیرد، چرا که رانندگان همه روزه به نفران کسب و کار گوناگون خدمت می‌رسانند، معاشرت دارند و در یک شبانه روز شستشوی نقلیات و از حالت تکنیکی افت-ماشین واقف گردیدن امری ضروری است. نوبست از سالی برورشی اتومبیل‌ها که نو هستند، نوبست از این قسم بی‌خطری، قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها رو همه روز از صبح تا شام تفتیش نموده و آنها رو با سفربر می‌کنیم، با کوشش می‌نماییم که قسم بی‌خطری اون فعال باشد و رانندگان مسافران رو در وقتی معین شده به جاهای خودشان برده رسانند بی خطر.
طوری که اطلاع یافتیم پیش از برآمدن رانندگان در برابر سنجش تکنیکی واسطه‌های نقلیات، وضع سلامتی رانندگان همچنین حالت تازگی واسطه نقلیات نظارت کرده می شود. هر هفته 3 مرتبه با جلب متخصصان وزارت نقلیات جمهوری ترکستان، متخصصان اومده با رانندگان درس آداب معاشرت، درس قاعده حرکت در راه گزارنده می شود. برتری شیوه فعالیت نقلیات‌های سبکروی خرد تاکسی از دیگر نقلیات‌های مسافربری در آن ظاهر می گردد که قبل از همه خدمت رسانی آنها با درخواست مسافران به وسیله مرکز مخابراتی صورت میگیرد. کوشش میکنیم که به میزوجون سری وقت با صفت بلند خدمت رسانی کنیم. میزوجونی که گرچند از راه میشینند و مال و اشیای خود رو فراموش میکنند، وقتی بارانی میشود بسیار در چترها رو فراموش میکنند و شناسنامه بسیارتر فراموش میشود. بله، همیانهای خود رو فراموش میکنند. آنها مراجعت میکنند، ما با طور اتوماتیکی گویم معاین میکنیم و در حال برننده در تماس شده همون مال و اشیای گم شده رو به میزوجون برمیگردونیم. در این مرکز بیش از 30 نفر متخصصان در 3 بست به مسافران خدمت میرسانند. سطح و صفت خدمت رسانی مسافربری رانندگان سبکروی تاکسی به کار اپراتوران ساحه علاقمند می باشد. کوشش کنیم که یک قدم استوار در راه رقمی کنونی هرچی زودتر ما گذاریم. عین زمان در همه وسایل نقلیات جی پی اس تریکر پیوست کرده هستیم. یعنی جی پی اس تریکر معین می‌سازد که وسایل نقلیات در کجا قرار دارد. حرکت آنها زیر نظارت است. به همین خاطر جی پی اس تریکر گذاشتیم و اینچنین کامراهای نظارتی داخل وسایل نقلیات رو نصب کرده هستیم که این هم برای بی‌خطری و برای امن هم مسافر و هم راننده مساعدت کلان میکنند. در مورد نقطه ایست سوار کردن و فرآوردن نوجوی رانندگان سبکروی تاکسی که با این عمل تنبشوی‌ها را در بعضی از خیابان و کوچه‌های نقلیاتگر به میان آورده به حرکت بی ممانعت دیگر رانندگان مانع ایجاد می‌سازند، از مسئولین ساحه پرسان شدیم. تحلیلگرها همه شب و روز تحلیل کردند. عین حال در حال با راننده که صورت اتوماتیک رو بلند می‌کنند یا که به قاعده وران و چه میگن ما در تماس برآمده در حالت‌های ضروری ما راننده رو دعوت می‌کنیم کارهای پروفیلاکتیک بونوس گزارنده می‌شود. با نظر داشت عملی گردیدن نقشه و برنامه‌های مکمل ساحوی تدریجاً وضع خدمت رسانی در حدود شهر دوشنبه بهتر گردیده، فعالیت کارخانه‌های کمونالی و جمعیت‌های نقلیات مسافربری نیز تقویت خواهد یافت. این بود بینندگان عزیز برنامه تحلیلی شتاب. در هفته روان به شما راه سفید و بی خطر را تمنا داریم. رانندگان، پیاده‌گردان و کل اشتراکچی